در دل اقیانوس نبردی شکل میگیره که تاریخ رو تغییر میده. میدوی تو رو به کشف این راز دعوت میکنه. سلام به همه دوستان عزیز کانال سینماگرافی. من امیر هستم و تو این ویدیو قصد دارم فیلم جنگی و حماسی میدوی رو نقد و بررسی کنم. تا آخر این نقد و بررسی کنار من باشین. فیلمی که پر از جلوه های ویژه و داستان پردازیه. توی این ویدیو قصد داریم که نقاط قوت و ضعف این اثر بررسی کنیم. اگه به دنیای سینما و فیلم های جنگی علاقه داری حتما تا پایان این ویدیو همراه من باش. یادتون نره شما همراهان میتونین با ساب کردن کانال من و حمایت از من به رشد من کمک بکنید. حتما کانالم رو ساب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین تا از جدیدترین ویدیو کانال من اطلاع داشته باشین. بریم سراغ ویدیو. فیلم میدوی به کارگردانی رونالد امریش ساخته شده. امریش یکی از کارگردانان برجسته هالیووده که به ساخت فیلم‌های اکشن، علمی و تخیلی مشهور شده، طوری که به خاطر فیلمنامه‌های قوی و کارگردانی خوبی که داشته در صنعت فیلم به استاد فاجعه معروف شد. همونطور که گفتیم امریش یکی از کارگردانان برجسته هالیوود بوده که به خاطر ساخت فیلم‌های اکشن به استاد فاجعه معروف شده. ولی این فیلم‌ها چیا بودن؟ فیلم‌های مثل روز استقلال، پس فردا که هر دو کارگردانی کرده و آثار موفقی بوده که تونسته نظر منتقدان رو به خودش جلب کنه. در میدوی امریش تلاش کرده تا نبرد تاریخی میدوی در جنگ جهانی دوم رو با جزئیات دقیق و جلوه‌های ویژه چشمگیر به تصویر این فیلم نه تنها به جنبه‌های اکشن و هیجان انگیز جنگ میپردازه، بلکه داستان‌های انسانی و شجاعت سربازان رو نیز به نمایش میگذاره. اگه دوست داری بیشتر درباره سبک کارگردانی امریش یا فیلم‌های دیگر اون اطلاعات زیادی داشته باشی، خوشحال میشم که این کانال رو ساب کنی و این ویدیو رو لایک کنی و برای دوستات بفرستی. بریم واسه ادامه ویدیو. بازیگران بسیار مشهوری در فیلم میدوی بازی کردن، از جمله کیم جانسون در نقش جیمز موری، هندی بورد در نقش آن بست، اد اسکرین در نقش دیک بست که اتفاقا آقای اد اسکرین هم بازیگره و هم رپر، و پاتریک ویلستون در نقش ادوین لیتن. در ابتدای ویدیو گفتیم که فیلم میدوی به کارگردانی رونالد امریش یک اثر تاریخی و جنگیه که نبرد معروف میدوی در جنگ جهانی دوم رو به تصویر میکشه. این فیلم در سال 2019 منتشر شده و به دلیل جلوه‌های ویژه چشمگیر و بازسازی دقیق تاریخی مورد توجه منتقدان قرار گرفته. طور کلی اگه دنبال یک فیلم در ژانر تخیلی، تاریخی یا حتی اکشن میگردی، فیلم میدوی یکی از بهتریناست. داستان فیلم بر اساس وقایع واقعیه و به شجاعت و استراتژی نیروهای آمریکایی در برابر نیروی دریایی ژاپن در طول جنگ میپردازه. خب بریم حالا سراغ بررسی این فیلم. در ابتدا من نقاط قوت این فیلم رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. اگر هنوز کانالمو ساب نکردین لطفاً کانالمو ساب کنین و ازم حمایت بکنین. هر سوالی هم که داشتین توی بخش کامنت ها بپرسین، در اسرع وقت جواب میدم. بریم سراغ ویدیو. نقطه قوت اول، جلوه های ویژه. یکی از برجسته ترین ویژگی های فیلم جلوه های بصری خیره کننده اون هست که نبردهای هوایی، دریایی رو به شکلی واقعی و هیجان انگیز به تصویر میکشه. نقطه قوت دوم، همونطوری که در ابتدای ویدیو گفتم، حضور بازیگران برجسته‌ای مثل اد اسکرین، وودی هارلسون و پاتریک ویلسونه که به کیفیت فیلم افزوده. نقطه قوت سوم، دقت تاریخی. فیلم تلاش کرده تا جزئیات تاریخی نبرد میدوی رو با دقت بازگو کنه و از تحریف اون جلوگیری کنه. حالا بریم سراغ نقاط ضعف این فیلم. نقطه ضعف اول، داستان پردازی سطحی. برخی منتقدان معتقدن پشمام چه جمله‌ای. برخی معتقدن که فیلم بیشتر بر جلوه‌های ویژه تمرکز کرده و از عمق داستان و شخصیت پردازی اون غافل شده. نقطه ضعف دوم، دیالوگ‌های کلیشه‌ای. برخی از دیالوگ‌های این فیلم به نظر مصنوعی و کلیشه‌ای میاد که ممکنه برای برخی مخاطبان که مدام فیلم می‌بینن جذابیت کمتری داشته باشه. و میرسیم به نقطه ضعف اصلی این فیلم، زمان طولانی اون. این فیلم بالای 2 ساعت تایم داره
که هر بیننده‌ای فرصت نمیکنه که همه اون فیلمو ببینه. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنونم بابت اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین. هر سوالی داشتین توی بخش کامنت ها ازم بپرسین، سعی میکنم جواب بدم. لطفا کانالمو ساب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین که خیال من راحت بشه که از جدیدترین ویدیوم با خبر میشین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.